وقتی که شیطان میاد در وجود ما وسوسه میکنه که پول نداری، بگو الحمدلله که ایمان دارم. وقتی شیطان میاد در وجود تو وسوسه میکنه که تو بیماری، مریضی، این نعمت کو نیست این مریضی، به یادت بیایه که رسول الله میفرمایند انسانی که مریض میشه مثل که در خزان برگهای درختان میریزه، گناهان او شخص میریزه. آیا مریضی نعمتی نیست؟ در اصل نگاه بکنیم، اصل رو نگاه بکنیم. از اینکه یک نفر در یک گوشه از دنیا مصروف گناه و معصیت باشه، گناه و معصیت، در حال مشغول العیاذ بالله زنا و قمار و شراب باشه، او کسانی که روی بستر افتاده هستند که خود را تکان داده نمیتونن، وضعیت از اونا بهتر نیست؟ بیاییم ما نعمتهای الله سبحانه و تعالی یک نگاه داشته باشیم. کفاری که در دنیا با تمام نعمتهای ظاهری دنیا بر اینا داده شده، طیاره ها به خدمت اینا، همه بالاخره زمین و فضا و همه به خدمت اینا، بیاییم نعمتهایی که به اونا داده شده و به من و شما داده شده بیاییم مقایسه کنیم. قابل مقایسه نیست. آیا اگر یک کافری بیایه بگه مسلمان، شرطی که بگه مسلمان که الحمدلله که من و شما مسلمانیم، مسلمانی که با اون ایمان کامل و عزم محکم باشه، یک کافری بیایه بگه همون تیاره کامل پر از طلا و نقره و جواهرات میکنم میارم همراه تیاره به تو میدم، ایمان خور به من بده، کی حاضر است که بده؟ کی حاضره؟ پس یک نگاهی داشته باشیم. اون تیاره با تمام سرمایه‌اش، با تمام طلا و امکاناتش، پس در مقابل ایمان به اندازه یک پرکایی هم ارزش نداره. پس به اینه که ما بیاییم نعمتهایی که الله به ما داده اونها را بیان بکنیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. الله سبحانه و تعالی دوست داره که اثر نعمت خود را بر وجود بنده خود ببینه. چگونه اثر نعمت؟ لباس نوی داری بپوش، کرتی نوی داری بپوش، به شرطی که اینا همه از راه حلال باشه. بپوش، استفاده کن. موتر خوبی هم داری سوار باشو، بایسکل خوبی هم داری سوار باشو، از نعمتهای الله استفاده کن. الله دوست داره اثر نعمت خود را در وجود بنده خود ببینی. جبرائیل علیه السلام وقتی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، حدیث جبرائیل، همه صحابه نشسته بودن، آمد لباس سفید، بسیار موهای منظم، پاک، نظیف، مطهر، آمد مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و بعد چند سوال کرد. بعد که رفت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خود به طرف سیدنا عمر میکنن. یا عمر آیا دانستی که چی کسی بود؟ سیدنا عمر گفت الله و رسول اعلم، الله و رسول دانای میدانه، من ندانستیم. صحابه نفهمیدن، همین قدر گفتن لا یرا علیه اثر السفر. این کسی بود که ما اثر سفر به این ندیدیم، گرد و غباری به این ندیدیم، لباس سفید، بسیار موهای بالاخره پاک و منظم و سیاه و اینها خیلی نظیف. نبی مکرم اسلام فرمودن این جبرائیل بود. جبرائیل علیه السلام با لباس سفید آمد، پاک آمد، نظیف آمد. این در سر میداد که پس مسئله نظافت، مسئله لباس زیبا پوشیدن، کفش زیبا پوشیدن، اینها نعمتهای الله هست و الله سبحانه و تعالی خوشحال میشه، اثر نعمت خود را در وجود بنده خود میبینه. لباس نو میپوشی بگو الحمدلله، کفش نو میپوشی بگو الحمدلله. نعمتهای الهی وقتی برای تو عطا میشه، داده میشه، بگو الحمدلله. صحابه از رسول الله پرسان کردن یا رسول الله اگر ما لباس نو بپوشیم، کفش نو بپوشیم، آیا این از کبر حساب میشه؟ گفتن نه، ان الله جمیل و یحب الجمال. الله زیبای و زیبایی رو دوست داره. الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر اینه که حق رو بشنوی و قبول نکنی و اینه که مردم رو خار بزنی و حقیر بشماری. این کبر هست. پس به این عزیزان و بزرگواران از جمله علامات و اسباب خوشبختی استفاده از نعمتهایی که الله داده، استفاده از نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی داده. پس به اینه که ما بعض انسانها رو میبینیم توان داره اما لباس نو نداره، توان داره کفش نو نداره. این زهد نیست، این تقوا نیست.
اثر نعمتی که الله به تو داده، الله برای ما داده، چرا انسان خود رو شکل یک فقیر بالاخره جلوه بده؟ این از جمله اسباب و علامات خوشبختیه که نعمت الله سبحانه و تعالی را استفاده کنیم. وقتی الله سبحانه و تعالی اثر نعمت خود را در وجود بنده خود ببینه، الله خوشحال میشه، میگه به این بنده من نعمت دادم استفاده میکنه. بعضی انسان ها رو میبینیم پول داره، نه به خود مصرف میکنه، نه به زن و بچه خود مصرف میکنه، نه خیرات میده، هیچ پول رو نمیدارم به روز چی گذاشته، به کجا میخواه مصرف بکنه، نه آبادی دنیایش نه آبادی آخرتش. چه کار میشه؟ پس به اینه که باید ما متوجه باشیم از جمله اسباب و علامات خوشبختی استفاده از نعمتهای الله سبحانه و تعالی از رای مشروع. وقتی الله نعمتی برای انسان عطا میکنه استفاده کن و شکر الله را به جا بیار. 35 از جمله اسباب و وسایل خوشبختی خرج به اندازه دخل. مشکلاتی که امروز بین جامعه پیش آمده، نفر دخلی یا هست 2000 مصرفی یا شده 10,000. خب بدبختی به وجود میاره. از جمله اسباب و وسایل خوشبختی خرج انسان به اندازه دخل انسان باشه. ببین چقدر خوشبخت میشی، نگاه بکن، محاسبه بکن، مای چند درآمد داری، مای چقدر معاش داری، مای چقدر فایده تو هست. به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. اونهایی که انفاق میکنن، ببینیم بحث انفاق رو میاره. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اونهایی که خرج میکنن، اونهایی که مصرف میکنن، نه اسراف میکنن و نه هم بالاخره بخل میورزن، نه اینکه هر چی داری به یک روز و به 2 روز مصرف بکن و نه اینقدر گرفته باش که هیچ کس نه خودتو و نه زن و بچه تو خیر ببینه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. امت اسلامی، یک مسلمان واقعی بین چی هست؟ بین افراط و تفرید، نه افراط و نه تفرید، بلکه اعتدال که بعداً بیان میشه. پس یکی از اسباب و وسائل خوشبختی اینه که عزیزان، جوانان، نوجوانان، مسئله اینه که خرج به اندازه دخل باشه. امروز جامعه ما را که ضربه بزرگ زده به اینه که فلانی مرا دعوت کرد، نان داد، باشه ما هم فلانی رو دعوت بکنیم. خب فلانی داره که تو دعوت کرده، تو هم به اندازه توان خود دعوت بکن. فلانی که عروسی بزرگی گرفته داشته، تو به اندازه توان خود عروسی بگیر، به اندازه توان خود بالاخره ختم قرآن داشته باش، به اندازه توان خود صدقه و خیرات داشته باش، به اندازه توان خود میمانی داشته باش. آیا دوستی که تو را دوست داره به خاطر همون سفره رنگارنگ به خانه تو میآید؟ آیا دوستی که تو واقعا از قلب دوست داشته باشه به این راضیه که تو بری قرض بکنی بیایی بالاخره سفره رنگارنگ بندازی؟ به این عزیزان و بزرگواران از جمله اسباب و علامات خوشبختی اینه که خرج به اندازه دخل باشه. متوجه این قضیه باشیم که امروز خیلی جامعه ما از این ناحیه به حالت قرار گرفته که بین جامعه میبینیم برادر قرض میکنه میهمانی میکنه، قرض میکنه عروسی میکنه، قرض میکنه ختم قرآن میگیره، قرض میکنه دوست و رفیق خود رو بالاخره ببر دعوت بکنه و به این طرف و اون طرف چکر بده. بعد از 2-3 روز قرضدارا که دروازه خانه آمد، نه زن آرامش داره، نه مرد آرامش داره، نه بچه خرد آرامش داره و بالاخره غم و پریشونی و نگرانی و همه بالاخره داخل خانه سرازیر میشه. این که به دست خود ما هست. به این عزیزان و بزرگواران این آیه قرآن رو فراموش نکنیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. این صفات عباد الرحمن. این آیه مبارکه
عباد الرحمن چی صفاتی دارند؟ چندین صفت دارند. یکی از صفتهای عباد الرحمن اینه که وقت خرج میکنن اسراف نمیکنن، بخل هم نمیورزن.